همین شب همه میگیستگی چیزایی گرفتیم، ناخونای گرفتیم، تیاری دیدیم. امروز روزه یک سوال بود که همین روز عید، پیش از عید ناخونای گرفته رویم یا بعد عید؟ این اکنون آخر تا قربانیه گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم. تا یعنی کسی به این حدیث عمل کردنی باشد تا قربانی، حاجی هم تا قربانیش نکند ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. الله تعالی در قرآن کریم که ولا تحلقوا رؤوسکم، مویهایتان را نتراشید حتی یبلغ الهدی محله، تا قربانیتون به جاش رفته نرسد. این آیت برای حاجی ها هست. تو لیکن اصل یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در آن حدیثی که امام مسلم روایت کردن اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا اظفاره ولا من اظفاره شيئا، مراد یعنی تا قربانیش کردنه. قربانی که کردید حلال میشه،